یعنی دیدم عمرت طاله کدام وقت شده باشه که فال دیده باشی؟ نی رقمش ندیدیم. دیگه رقم خود دیدی؟ نه. چه رقم دیدی؟ اون رقم دیگه همونطور چیز بود دیگه، یک جای بسیار همونطور پیش بخاری بود و مردکه در چیز نوشته میکرد. اینجا جای بخاری نیست بچه. خواسته آدم که وقت فال پیش کس دید بله 4 زانو میشینه. 4 زانو حال خیلی 5 زانو خو نشدید؟ نه همونطور صحیح است. صحیح. فقط هر گفتنی که داره میگه. خب اینال بگو. مولوی صاحب صدقیت شام اینی میفاله که مرا بی از خدا میشه از خودت میشه. ما بسیار مشکلات دارم. چه مشکل؟ اما تو شروع کنیم دیگه. خب از این مشکلات یکیش خب بگو برای من. اینال بگو که نامت چیست؟ نامم صاحب خاک شادولا. شادولا. بله. بنت منظورت از بابای است یا آقای؟ مادرم. خاک بیبی خوری. خاک بیبی خوره. بله صاحب. او بچه نشبه که لقبش باشه. ماشم زنای همسایه همه تو صدایش میکنه بیبی خوری. من خبر ندارم دیگه. نام اصلیش چیست؟ نام اصلیش نگفتم برای هیچ. خاک در قوارت. ما که فهمیدیم که تو قوارت تو چه ماشینی واریز کنی. قربانت شوم من خواهد زوارت نبودم. چه رقم بودی؟ برای غمای دنیای تو زرد و زار تاخته عاشق هستم. عاشق دختر کاکای. با درد عشق هر کس مبتلا شد علاجی بهتر از مردن نداره. حالی ما بمریم دیگه. رمل میگم من نمیگم. رمل میگه. ای صاحب فال. بله صاحب. ای صاحب فال بدان و آگاه باش که ستاره تو خاکیست. ستاره من خاکیست. کانکریتی نیست. با مقابل مذهب میزنی احمد؟ نه بد کردیم. ستاره تو خاکیست و ستاره دختر کاکای چی بود نامش؟ خاک شاسنم. باش شاسنم. بله 16 یا 16 میاره. صحیح. از 16 که 13 رفت 19 با. شاسنم دختر کاکای تو ستارهش هست آتشی. وقتی که خاک سر آتش افتید چی میشه؟ خاموش. من میگم مرا سوختانده و گل کرده. و ایناله من میگم فال میگه رمل میگه که تو را یک زن تومار کرده. زن؟ بله. کی باشه؟ اینو پیدا کن. امی صاحب اولی ما نباشد. من نمیفهم. چرا یک روز طرف می تو چپ سیل داشت ما این رو بالا سر میترشان ما نبودم یک دفعه چیز که استاد شد نه؟ خواه آدمو خود یک دو دفعه نیست. خواه ای زن تو را جادو کرده. مرا جادو کرده. تو را بخت تو را بسته کرده. بخت ما بسته کرده. بخت تو را بسته کرده. میگه من نمیگم ای هم نفسان یعنی که نفس دنگه رسیده. از من؟ از تو. اما تو ای هم نفسان تا اجل آید به سر من که دینم رو اجلت میرسه. از من دمی روزا از پای در افتادم و خون شد جگر من. ای صدقه میچی چنه پایت بسته دستت بسته جگرت داغ شوش کباب کل کباب تو خلاص. این چیز اینال ای رایدی چی داره؟ چی را صدقه من باید پیدا بکنم که بخت تو را بچی بسته کرده. او احمق پوزت برآمده رو باواره. این کدی چی بسته کرده؟ پشت کار خود بگرد که میمور حیف جوانی. بچیشم کدی چی بسته کرده؟ حالا میره خب بگو. تو باش شاسنم 16 اینه. بخت تو را در بال مادر کیکا بسته کرده. بخت منه؟ بله. و این مادر کیکا فرار کرده. اینال برو پیدا کن. ما خب پیدا کنم مادر کیکا را ما چطور پیدا کنم؟ صدقه شما خب او قواره پوزت بانجان خشک واریز. این مصرف کار داره من پیدایش میکنم. شما پیدا میکنید؟ بله خیمه برای چیز تو صدقه شما هر چی بگوی ما میکنم هر مصرف که میگی. این مادر کیکاره. بله. رفع ازی چیست؟ چی است بگو. همه ازی 30 دانه تخم مرغ تازه. 30 دانه تخم مرغ تازه؟ بله. 75 تو را حال ضرب نکویجه. بچشم یک دانه مرغ سیاه. بله. دونی مزار. یک پر سفید نداشته باشه. و 10 مسقال زعفران. امی تخم را نگفتی زراعتی باشه خانگی؟ وطنی خواه که زردی از او کار نمیتونه. خواه سعیست بچشم. و در پالیزی 6 متر تیترون سفید.
تدرون سفید بله دوباره باش یک باره دوباره باشه خوبتر است که زیاد میگه صحیح است این کارم چی میکنم چی میکنید؟ گوشت خوب باز کن صحیح است سف ما این سرش میکشم از تخم روغنش میکنید؟ بله مردم از ریگ روغن میکشم ای خیر ببینی ای خیر و این مرغ میکشم میکشید خون زیر کتزید با زعفران ما بین دریا ای زنده خوب باشی برکت ببینی برافو. سبکیت شوم دیگه 30 دانه تخم گفتی ها؟ 30 دانه تخم بله صحیح است من دیگه 30 دانه تخم است همین چیزی که شما گفتین که زعفران و 6 متر تدرون از چیز خریدم یارم برات روان است 30 متر تخم گفتین؟ رانه مرا به حال چقدر پر گفتم شکر